هر کی با پاک دلان صبح و مسای دارد، دلش از پرتو اسرار صفای دارد. زهد با نیتی پاک است، نه با جامه پاک. ای بس آلوده که پاکیزه ردای دارد. سوی بتخانه مرا پندی برحمن مشنو، بت پرستی مکنین دهر خدای دارد. گوهری وقت بدین تیرگی از دست مده، آخر این دوری گران مایه بقای دارد. السلام علیکم بیننده ارجمند. برنامه نوبتی گلستان معنی منظور شماست. در صحبت ما دوستی دانشمند ما مقصود عارف زردان شما دیدید. سلام علیکم. راستی همین اطرافی اون مسئله های اون بیت هایی که ما در برنامه مطرح میکنیم شما اون رو توضیح میدهید، سخن ها بسیار است و بیشتر تعریف میشنوید و سپاس میگم به شما. ولی راستی سخن در مورد آنی که حتی باری یک نفر وقتی صحبت بسیار خوشنودی کردن گفتن که نگاه کنید یک بیت به شما قریب نیم ساعت هر دوتون صحبت کردیتون، اینقدر این بیت ها این شعری ما چقدر بیت گفتن که اطراف هر یکی اون اگر نیم ساعتی استیم چقدر شود. حتی استاد تیمور ملک رستم در یک صحبت از شما ستایش کرده گفتن که راستی اطراف یک بیت 3-4 صفحه مطلب بنویسن که واقعا این شایسته تحسین است. خواهد درباره چی میرود من یک نکته را گفتنی هستم که واقعا همین گذشتگان ما بزرگانی سخن برای ما دردانه ها رو میراث گذاشتن و هدف این برنامه هم نیست پیش از همه معرفی آن همون دردانه ها برای آنهایی که گوش و آن همین سخنانی بلند دارند و احساس می شود که بیننده هوشمند ما همیشگی چون همان مولانا گفت هر کسی که دور من از اصل خویش باز جوید روزگاری وصل خویش، یعنی همیشگی گوش به آن همون گویم پند حکیمان و گذشتگان بزرگ خود دارد. و راستی وقتی با این برنامه آمادگی می گرفتم یک بیت حافظ در گردی دامان به چشمم خورد که آنجا میگوید که یا رب این آتش که بر جانی من است سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. یعنی یک مراجعت از ای خدا یا رب این آتش که بر جانی من است سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. یعنی اینجا آتش هست، مراجعت به خداوند هست، سرد کردن آتش هست، معلوم است که آتش گرم و اینجا یک اسمی هست اسمی خلیل و حتما بیننده توجه میکند که مراد از این مطلب حافظ چی است. ما بسیار آیدی همین مسائل گپ زده بودیم، باز هم باشد تکرار هم باشد گفتنی هستیم که هر یک اون بیت هر یک اون مصرع هایی که مثال عادی از جانبی چنین بزرگان و مثل حافظ و دیگران نوشته شده در اساس یا آیت های قرآنی یا در اساس یگان ارکان شریعت اسلامی یا در اساس یگان مسائل مبرمی اجتماعی آن زمانه نوشته شدند. یعنی اساس دارد، بیهوده نیست، لغو نیست. برای همین هم اگر حافظ را گرفته خوانید سراسر هر یک بیت غزل های حافظ در اساس آیت های قرآنی نوشته شده است. اشاره به آیت قرآنی هست. خلیل ابراهیم خلیل را در نظر و ابراهیم خلیل الله ما میگوییم. حضرت ابراهیم خلیل الله و این درباره آن آتشی که در خندق برای و آماده کرده بودن باز آنی که یک کاری می شود. چندی مراتب حضرت ابراهیم اول آنکه آن بت‌ها را می بیند با پدرش هم صحبت می شد می فهمد که این بت‌ها یگان کمکی برای شما نمی رساند، از این چی شما اصنام ساخته اید، یعنی بت‌ها را ساخته اید، بت پرستی می کنید. گفته ایسا قصد می گیرد و سوگند می خورد و یک همین چیز انبیا سوره انبیا آیه 55 اگر خطا نکنم در همونجا همین آیات آمده است میگوید که و تالله لاکیدن اصنامهم مختصر میشه این آیات، یعنی ابراهیم خلیل یعنی خلیل الله سوگند با نام خداوند میگیرد. سوگند خوری در شریعت اسلامی با 3 چیز با 3 عباره اصلا اظهار میشد: تالله، والله و بالله. بعضی جاها فکر کنید والله میگن، بعضی جاها بالله میگن، بعضی تالله. این فرقتش هست اصلا همین که برای چی
ягон фарқи мобайни ҳамин савгандҳо ҳаст ба сар алорағми оне ки мисол дар онҷо ҳамчун мухотаб худованд рафта истодааст, албатта ҳаст. Таало вақте ки шумо қасд савганди қасдомез мегирид сахт тамом ҳамин коро мекунам ягон илоҷи дигараш нест, таллоҳ мегӯям. Анакун дар ҳамин оят чӣ хеле ки омадааст, ҳазрати Иброҳими халилуллоҳ ҳамин як савганди қасдомез, яъне қасднамо мегиранд, мегӯянд ки ва таллоҳи лаакиданна аснамаҳум, яъне мо қасд мекунем, савганд ба номи худованд ки ман анон аснам, яъне бутҳои шуморо мо пора мекунем, мегӯянд, яъне мешиканем. ва дери ҳам нагузашта як бегаҳ баромада рафта ба будхона медарон, табаро ба даст гирифтеса ҳамаи асномҳое ки дар онҷо буд, яъне ҳамаи бутҳоро мо калима санам мегӯем ку ҳамин дар дар сурудҳо санам гуфта як духтари васф мекунем, тавсиф мекунем як духтари зебо санам ва шакли ҷамъаш асном мешавад. аз ин бармеояд ки духтари бениҳоят зебои бутмонанд санам мегӯянд. медарон табарро мегиранд, медарон ҳамаи ҳамон асном ҳамаи бутҳоро мешикананд. магарам он ки яке ҳамин чишро як бузургтаринашро мемонад, дасташ ба табара тихонда мемонам. ва тахтагин буд ба фикри ман, аз чӯб буд ба фикри ман. дасташ ба ҳамун табара вайкарда мемонад, баромада мегиранд. баъд аз рӯзи дигар намрудиён, ин аз қавми намрудиён ид доштанд. рӯзи ид албатта будхона меранд, чӣ тавре ки мо мисол ёди масҷид мерим, намози ид мехоним ва казо, онҳо ҳам дар ҳамин вай будхонашон меранд. будхона медарон ки ҳамаи ҳамин будҳо шикасту, лекин яке ҳамин сардори гӯёне ки асном, сардори ҳамин будҳо, бути ваҳошон, шефошон ҳамдигӯи дигар истода дасташ табаро ҳеҷ кор кардагӣ не. сони фикр мекунад ки карда бошад ва якаш хотираш мебиёд ки як чандин вақт пештар як ҷавоне ҳамин будҳо кади саниманӣ касос гуфти худо мобарин. ман қасд мегирам гуфта истода гӯё ҳамин када ҳазрати Иброҳимро меёбанд. ҳазрати Иброҳимро меёбанд, албатта ҳукмашро мехонанд. як ханда ки кофта истода тамоми ҳамин ваҳоро намарса ҳезумҳоро ҳамҷо бор карда оташ мегӯянд. оташ зада истода ҳазрати Иброҳимро болои ҳамон оташ мепартонд. ва вақти партофташро аз рӯи қиссаҳои қуръонӣ ҳазрати Ҷабраилро худованд мефиристад ба замин. ҳимоя кун гуфта истода. бо як қаноташ бо омада мефиристад ва бача аз вай ҳеҷ талаб намекунад. ҳазрати Ҷабраил мегӯяд ки маро худованд барои кӯмакат фиристод. оё то эҳтиёҷ ба кӯмак дорӣ? гуфта суол медиҳад. ҳазрати Иброҳим сарашонро бардошта мегӯяд ки алайку ло мегӯянд. аз ту ми не, ман аз ту ягон эҳтиёҷ надорам. ягон хел ман ба кӯмаки ту лозим не. лекин мегӯянд аз худованд ва ҳасбуналлоҳ ва неъмал вакил мегӯянд. чунки ман худованд дорам ва ҳисоби ман бо худованд аст ва будани худованд барои ман кифоя аст. яъне аз худованд ман эҳтиёҷ дорам мегӯяд. ниёз ба худованд, ба кӯмаки парвардигор ман ниёз дорам, лекин ба кӯмаки ту ман ниёз надорам мегӯяд. ана ҳамин маъқул мешавад худованд. худованд мегӯяд ки ин чи бача ба ғайр аз ман дигар ҳеҷ кас ба ниёз надоштааст гуфта истода амр мекунад ки бардоранд аз онҷо. баъз он вай пайдо мешавад, об борон вай мешавад ва ҳамаи ҳамин чизҳо башад. инҳо мардум фикр мекунанд ки вай дар он ба сӯхт тамом шуд мебуронд, лекин ба ҳар ҳол ҳазрати Иброҳими халил ҳамон аз оташ бе ягон хел чӣ баромада меранд, зарар баромада меранд. баъз он гурехта меранд, таърихашон ҳаст. ҳанакун дар он чӣ ки ҳофиз гуфта истодааст, ҳамин дили ману шумо як оташ аст. мо баъзи вақт мисол дар сифоти баъзи ашхос мебинем, бениҳоят ҳамин як учар мегӯем ку ҳамин як бачаҳо гирифта истода ё мардум як одамҳои гирифта истода ҳамин корро медонем аловаш будааст, вай бе алов мегӯем ку анамо алов амо оташ аст. анакун оташе ки дар дили мо ҳамеша аланга зада меистоду ё паст мешавад ё вай, ин оташи ҳирс аст, ин оташи кибр аст, ин оташи назарбаландист, ин оташи ки умуман писанди худованд нест ва ин оташи аз сифотҳои мисоли шайтонӣ,
انا برای همین حافظ میگه که یا رب یعنی ای خدا میگه آماتش که در دل من است سرد کن با مثل آنی که تو سرد کرده بودی آماتش رو برای خلیلت میگه و برای این آتش رو مثال آدم پست نمودن یک قصد گرفته ایستاده وقتی که ما فکر میکنیم یا به نهان میگیم ما کلمه شهادت گفته میگه لا اله الا الله محمد رسول الله الان حسبنا الله و نعم الوکیل گویده یعنی من خداوند دارم و حساب کتابم رو یعنی تقدیرم رو به خداوند توکل کردم و نعم الوکیل چون که او از بهترین وکالت داده شدگان از گفته ایستاده اگر همین ما همین ایمان رو اگر در دل ما اگر جای کنیم و همیشه گفته گردیم به مثل آن بارانی است که آتشی که در دل ما آتش هیرسی که در دل ما لنگ میزند همیشه خداوند با کمک خودش سرد میکند یعنی خشک میکند یعنی تر میکند. بله بله راستی اینجا چون گفتیم بسیار یک تصویر زیبایی شاعرانه که مثلا اصلا اون آتشی که مثلا نمرود افروخته بود نمرودیان برای گویم نابود کردن حضرت ابراهیم خداوند آن رو سرد کرد و آن رو به گل و ریحان تبدیل داد یعنی او قادر است چون اون بنده به تقوایش گفت که من به او حتی به حضرت جبرئیل گفت که من به تو احتیاج ندارم به علیک الله گفت به تو نه من به تو عموما احتیاج ندارم. یک بیتی مولانا هست مولانا میگه که در توکل همچو ابراهیم با انا همین آتشی نمرود ریحانت انا همین اینا ببین چه یک چیزی که مولانا هم سروده است و بله مولانا هم حافظ هم همین چیزا عیناً همین گپ است سخن در مورد توکل میرد که توکل کردن چون که اگر همین رو نمیگفت یعنی علیک الله و حسبنا الله و نعم الوکیل اگر هم حسبنا الله و نعم الوکیل رو نمیگفت خداوند مثال عادی خیر به هر حال فرستاده بود کمک خود را به توسط جبرائیل توسط فرشته فرستاده بود ولیکن انا همین سخنان ابراهیم که در میان آتش سوخته ایستاده بود پسند خداوند میشد. خداوند میگه این بغیر از من به دیگر یگان چیز احتیاج نداشته است گفته خرسند میشد خداوند و بی کمک حضرت جبرائیل میبردارد. یک نکته دیگر همین سخن شما مثلا یک صحبت به شما گفتید که مثلا خداوند میدونیست و میداند پیشکی میداند که مثلا بندهش چیکار میکند شما احساس میکنید که گاه خداوند مقربان خودش فرشتگان رو میفرستاند برابر آزمایش بندهش برای فرشتگان یک درس میدهد میگه ببینید و فرشتگان که زمانی که مثلا آنها گفتن که یا بار خدایا این مخلوقی که تو می آفری در زمین فقط تباهکاری میکنه و خداوند یک جواب داد که آنچه که من میدونم این یعلم ما لا تعلمون آنی که من میدونم شما آن رو نمیدونید. برای همین هم ما گفته بودیم به هر حال که همه حادثه هایی که گرد اطراف من و شما میشود این درس است. آنچه که گرد اطراف من میشود این درسی من است. من باید از درس گیرم و آنچه که درس آموخته استم برای شما آنچه که با من شده است این هم برای شما درس است. ما باید که از یکدیگر درس گرفته ایستاده کم و بیش به پیش برآمده رفتن نکن. انا همین عباره هم در سوره نازعات خطا میکنم در سوره مطففین همین عباره متنافسون هست فلیتنافس المتنافسون. خداوند میگه که من این حیات رو اگر خاطرتون باشه در سوره ملک وقتی که توضیح داده بودیم همونجا بود که لیبلوکم ایکم احسن عملا یعنی بسنجیم که کدام از شمایان در نکوکاری بیشترید و بهترید میگود. اکو اینجا فلیتنافس المتنافسون یعنی در همین حادثه درس گرفته پند آموخته ایستاده یک برای خود یک اندازی معین کرده ایستاده خودتون رو بهتر میگردونی یه مسابقه بوده است. الان متنافسون مسابقه کاران مسابقه چی ها که بینیتون از یکدیگر آنچه که با یکدیگرتون میشه درس است در آن میگوید. خالی رویده که هر کی ناموخت از گذشته روزگار نیز ناموزه از هیچ آموزگار یعنی زندگی هم یک امیدشه. ما یک چیز دیگر رو هم باید چی کنیم درک کنیم که مثلا بعضی حکایه ها البته و چی هست لیکن حکایه پندآمیز درباره مورچه یک مالی
یک شخص میبیند که مورچم دهانش بگرفته آب گرفته است و سوی همون خندق رفته است. برای آتش خاموش کردن. آتش ابراهیم خاموش کردن به. همه حیران این دهانت چقدر آب داره که وای آتشی که من تو چه خیلی کار میکنی که من میدونم میگه که همین آبی که من برده ایستادم برای کمک میگه آتشی وای رو خاموش کردن نمیتونن ولی که میگن من باوری دارم که یگان روز خداوند وقتی که از من میپرسد که من همین حبیبم رو در درون آتش میسوزاندم تو دیده ایستاده کمک نکردی گوید من میگم من آب بردم کمک ما این درباره البته درباره اونی که اینا همتی مور بود این همتی مور است این درس با اون شخصی که بی‌طرف نباشد ما بسیاری چیز میشه ما از یک طرف ایستاد تماشا میکنیم ما تماشابین لیکن از دست ما همین چیز میآید ما همه رفته کمک کنیم اگر از دست نه آید اگر سخنی نیک کردی چون که قولا معروفه یعنی سخنی نیک از بهترین و آسانترین صدقه بوده است نیکی بوده است یک سخنی نیک زدن اگر نتوانید کمک کردن خداوند میگه اگر نتوانید کمک کردن قولا معروفه یعنی سخنی نیک گویید و هم صدقه بله واقعا یک مهمگی بیننده های ارجمند یک بیتی رو از حافظ اینجا گفتیم که یا رب این آتش که بر جانی من است سرد کن آنسان که کردی بر خلیل یعنی حتی همون ادامه همون قصه حضرت ابراهیم نمرودی ها میپرسن که چرا این کار کردی میگه که از بوتتان پرسیدم میگه که او چیزی نمیگه میگه او چگونه خداوند شما است که مثلا نه فایدهش میرسه نه گویم ضررش یعنی هم تو ایستاده است برای شما بسیار را میشه کوتاهش هم این بود و آنچه سوال جواب میکنن خودی که مثلا در قاضی خانه در دادستان ها میشود همین که سوال جواب میشود سود گفتیم ما بریم سود میشود ولی چی که شما از کجا میدونید که میگید من کردم این کار اگر یگان واحد شاهد نمی بود شاهدتون دیده است نه و قدرت دیدن ندارد شاهدتون شنیده است که من چی یگان گفتم نه و نه چیزی نشونده است نه گفته میتواند که من کردم نه کار باشد و سمون بکمون آمیون میگد کار باشد و گنگ باشد و کور باشد میگد و چهل خداوند است که میگد همین قدر چی دارن میگد کم بودی دارن میگد نه قبضتونن نه شنیدتونن میگد نه دیدتونن گفته ایست بسیار و کارها به موبایل میرن لیکن به هر حال اکنون این آنچه که با حضرت ابراهیم شده است یک عبرتی است برای آن شخصانی که مثل عادی از خداوند میترسند لعبرتا لمن یخشا یعنی با آن اشخاصی که از خداوند میترسند یک عبرتی است ما از همین چیزها باید عبرت آموخته نموده اما آتشی که در دل من شما میگوید که بعضی های این گفتاری مردمان هم هست حورش بلند شده است حورت پس کن گفته میمونه علوی چشمش علوی چشمت پس کن و کذا این همی آتش هم دل هم از خودش آتش برآورده میسته دل هم سوخته میایستد یعنی آتش این چیزی که است که برابری سوختن این گویم و همون یک چیز میپزدم مثلا اگر فرض کردیم همون هیرس گویم اگر همون هیرسی ما رو گویم پخته و سوخته میکند اگر ما آتش رو خاموش نکنیم آتش وقتی خودش با خاموش نکنیم چی میشه خانه میسوزد بله دل هم سوخته میبره بله اگر دل رو واقعا گویم خانه گویم همین خیلی درست تشکر و یک بیت دیگر از سعدی است سعدی میگه شخصی همه شب بر سری بیمار گریست شخصی همه شب بر سری بیمار گریست چون روز آمد بیمرد و بیمار بزیست یک چی عجایب است این اصلا از دیگر حکایه از دیگر حکایه از گلستان است ها در گلستان من تمام دیگر چیز که آمده یک حکایه است یک روز اشتر سواران کاروان رفته میایستد از چی از حجاز به کوفه از در سوریه رفته میایستد یک آدم برهنه قریب لوچ پایهاش برهنه گفت گزارش خنده کرده میگه مور سر داده که دیوانه آزوگه دیوانه رفتید کجا میرید میگه همون میگه که ما از همین اینجا کوفه میرونگه منم خیلی میرم تو از کجا میگن میپرسن از من از فلان
فلان جا میگه بیگان سواره میگه پیاده پایهای لوچت که آمدیم بیزاد و راهیله ها میگه با از همینجا تا کوفه میرفتگیم به قدیم میگه اما اشتر سوارا چندی هفته میریم آخه تو داش میتی میگه خداوند هست میگه خداوند میگه وقتی قتیشان نمی لایک کرده صورت خانی کرد قتیشان راه میبرد تا کوفه نرفته یا یک نوبه کشتاق جامعه رفته گیرن همون اشتر سواری که همین سوال میداد و خنده میکرد بر احوالی و میمورد این بالای جسدی و خم میشد و خودی سوزاندوست که بریم خم شده بر جسدی و خم شده ایستاد میگد که ما میگد همیقه پای لوچ کنیم میگد همیقه آمدیم جا میگد زنده میگد تو بالای اشتر سوار شده میگد تا همونجا رفته نرسیدیم مردی میگد این لیکن آنچه که سرشمی همین وای سر کردید این دیگر حکایه کمتر دیگر حکایه است یک شب ما میگوییم که رحمخوری های ما میتونه حد کنه لیکن خداوند خودش رحمخور است ما بعضا به نهایت همین سوخته پخته میشنیم که وای بیچاره و همیشه شده سو که البته رحمخوری دن لازم است لیکن رحمخوری هم باید حد و کنار داشته باشد آنچه که از دست بعد شما نمیبیاد چه که رحمش میخورید شما اگر توانید کمک میکنید از این زیاده کرد نمیتونید لیکن حالی و از کمک شما آیا دیگر میشد اینا والله اعلم بالصواب خداوند از سیر و اسرار این با خبر است این کار همیشه میشد که یک بیچاره بیمار چندین روز باز بالای بستری مریضی خواب رفته است و احوالش بد همه میبیاد میبین میگه های این پگه میمورد های این بسالا میمورد های این بیگونی میمورد اگه یک نزدش به یک شخصی نزدیکش شنانده موندگی و بیچاره گیریه‌ای که میکند و رضا رحم میخورد شبش کی دعا میکند که همین چی کنند همه گیره میکند که همین سحر به همین تو وقتی سر رفته میشه آگیری و پخته اداش میمورد اون بیچاره نزدش نشستگی لیکن بیمار میزیاد یعنی زنده میشه برای همین اینجا ساده میگردن شخصی همه شب بر سر بیمار گریست چون روز آمد بیمرد و بیمار بیزیست یعنی چون سحر صبح شد یعنی او بیمرد و بیمار بیزیست تاکیدی از اون وقت ساده در اون که رحم خوردن درست است البته و لیکن رحم خوری هم باید که یک حد و کنار داشته باشد ما بعضی چیزها از بعضی چیزها اسیر و اسرار بعضی چیزها بیخبر که هستیم نمیدانیم و گیریه‌ای که کرده میگیریم آنی که حضرت موسی که شده بود این قصه قرآنی است بعضی وقت میرن لقمان رو میبینن که لقمان این یک بچه جوان مرد میکشد و دیگه شما حیران میشن بگو چه خیلی تو نمیدونی اگر این زنده میبود من این خیلی میشد گفته این سری توی هم میخود سری ما هم میخود یا با مانند حضرت اگر خطا نکنم موسی با حضرت خضر هم سفر انا همین که مثلا یک کودکی که من خورد بود او رو میکشن چون میگه تو نمیدونی یعنی همه حالت به موسی قول میدیدن که مثلا من سوال نمیدهم اما چون رفتن دیدن که یک دیوار است و نیم ویران کردن و دیواری بتون ساختن بعد جای رفتن یک خانه رو ویران کردند و یک کودکی رو کشتند و موسی طاقت نکردن گفتن این چی حکمت بود من هیچ نفهمیدم بعد میگه دیدی اون چیزی که از دلی من میگذرد برای تو نامعلوم است و این گویم اراده خداوند است یعنی برای همین چون سوال بسیار شد یعنی این حکمتی که مثلا اینجا خودی سعدی هم از بیت اولی هم که سخن در موردی توکل کردن بود اینجا بیام سخن در مورد اندازه مثلا بسیار خوب بود که بسیاری حالتایی هست که برای ما پوشیده برای او مثلا حتی در یک صحبتی در یک برنامه یک نفر مهمان من یک نکته بسیار مهمه گفتن که در عزاداری دیدن که نفری زور میگیرید و آواز نوحه میکند گفتن که این یک عذاب رو دو عذاب کرده شده است یکم او صبر نکرده است و بالای مرده مثلا اینقدر مشکلی آورده است گذشته از این اگر او صبر میکرد مشکلی دیگه که از همون ثواب محروم خودش رو محروم کرده است یعنی من میخواستم صحبتی امروزه رو یک اندازه خلاصه و نتیجه گیری میکردیم در مورد آنه که چرا انسان در شناختن یعنی همین نعمت ها مثلا مشکلی میکشد مثلا فرض کردیم حتی همه قصه موری گفتیم که چو دیدی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینی گناه هست ما در مشکلات امروزه جامعه گاه سخت بی‌طرفی میکنیم و این نمیشد و به کروی سخن کردن نه ما و همیشه بود
ولی دادابایش همین خیلی بود اینا همه خیشون متاسفانه این چیز هست ما هیچگاه فکر نمیکنیم که آنچه که با او حاضر امروز در همین جا شده ایستاده است میتواند به آسانی با من و شما یگان روزی دیگر شود تا آن دمی که ما میگوییم که مورچه نگزیده است تا آن دمی که همه مورچه ما رو نگزده ما نمیفکریم گزیده مورچه از چیست برای این رو درک توانستن شما باید میگن که مثلا درد یگان کس باید شما باید دردمند باشید مثل او دردمند باشید تا دردی وی را خودتان نکشیده باشید که از کجا میدونید چی درد کشیده ایستاده است اینش هم هست لیکن بی‌طرف بودن از همین حادثه هایی که مثلا گرد و اطراف شده ایستاده است این خیلی بد است من گفتم که اگر هیچ علاج کمک کردن دستگیری نمودن نباشد اقل سخنی نگویتون چون که آن هم صدقه است رفته دل برداری کنید اقل میگوید قول معروف چی صدقاتی میتبعها ازا یک آیتی با چی قرآن میگه که از منت کردن گفتن همین صدقه بهترین و آسانترین یک سخنی نیک است میگه در روی اصلاح یک نفر ما نباید که بی‌طرف باشیم اگر دیدیم که در حقیقت به یک کمک محتاج است توانید کمک کنید نتوانید به خداوند و حسبنا الله و نعم الوکیل خداوند به وکالت دهید از خداوند پرسید که همون مشکلی همون را دعا کنید گذاشت که همه کمک کنند ولیکن با چخیلی که مثلا تمام کرده ایستاده ایم همین چی رو چخیلی که سعدیه هر یک چیز باید حد و کنار حدی ما در همون دعا است از آن زیادش ما نمیتوانیم قدرت نداریم اون طرفش سخت زورم نزن حرکت کن میگه حرکت کردن نکن لیکن وقتی که زورتون نمیرسه شما میدونید که مثلا همین سنگ 300 کیلو گم تیل گوین آوای برداشت نمیتونید دیده دانسته آخه عذاب و مشقت و زحمت میان شکن است و چی در کار وای برداشتن وقتی که میان خودت میشکنید نمیدونی تو همین قدرت نداری برداشتن به طاقت کردن برداشته توانستن است وقتی که طاقتی برداشتن نداری بهتر است انا همون دعایی که در سوره مثلا بقره تمام میشه ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به خداوند آنچه را که ما طاقتی یعنی مهارتی برداشتن نداریم آن را از ما دور کن ما نمیتونیم این رو کردن این در دست چیزی رو که در دعای از طاقتی ما از وی ما زیاد است به ما منی تشکر یک نکته دیگر که مثلا صحبت جنبه امروزی ما اینه اینجا یک اشاره عجیب است همه شاعرها معلوم است که در عهد خودشان همه آنها یک متفکران ورزیده بودند و اشعار آنها تا به امروز مثلا یک اندازه حفظ شده مثلا 1000 ساله ها اومده تا امروز یان دستی ما رسیدن معنیش همین که مردم این چیزی ضرور است خیلی که ما قرآن احتیاط میکنیم و حفظ میکنیم و بالا میگذاریم همیشه که مثلا همین مو مثلا دیوان حافظ سعدی خیام بیدیل سنوی من روی دکی اون بزرگان سخنه در خاندان ما نگاه می داشتیم در دایره یعنی تربیت خود و فرزندان راه میموند یعنی اشاره های آنها اشاره برای آدمان هوشمند حتی مثلا خداوند مثلا شما به علم داد امروز همین سخن میگویید برای آنهایی که مثلا همین چیز اینا زکات علم است بله اینا زکات علم وقتی که یک شخص یک چیز رو میداند این مضمون آن را دارد این نام مضمون را دارد که باید همین رستکی خودش استفاده بردار نه خداوند هر کس به در الهیدگی نعمت میدهد که به بهتر بیشتر که به کمتر و بدتر این همش مقایسه همه سنجش‌های خداوند است و آن شخصی که حکمت انعامی داده نعمت ها را فهمید چون در آیت قرآنی آمده است اولو الالباب یعنی از صاحبان خیرت حساب میشد یعنی وقتی که شما و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا میگه خداوند و اون شخصی که فهمید که حکمت نعمتش در چی بود یعنی خداوند چی به نعمت داد و همین چیز میگه از فکر کند که فرض کند که برای بهترین کار
نیکو کرد از خداوند میگوید، حکمت رو فهمیدن یعنی مضمون رو فهمیدن میگوید. این هم هست. اگه ما همه همین رو اگر به نظر گیریم، اگر این همش بیکار نه، یا اگر یک سخن که گوید این یک همه چیز حکمت دارد. به قول مولانا سخنم خوری فرشته است، من اگر سخن نگویم ملکی گورس نگوید که بگو خموش چرا. شاعر خودش تعریف کرده میگوید که سخن من غذای فرشته ها است. من اگر سخن نکنم فرشته ها میگوید که سخن گو، من گرسنه هستم، ولی سخن میگوید که سخن ارزشمند. بعضا لکه من شاید خداوند البته نگه دارد، من کیبر چی کرده نیستم، خداوند میگویم شکاکی کرده نیستم. اکثریت جاهایی که وقتی که من رو دعوت میکنه همچه یک مهمان میرم، جاهای خدا مبارک در نظر دارم به مهمونی مردم همونجا جمع شدگی خوراک میبرن، خیلی که میبرن سندویچشون رو میبرن، سونی شورباشون کشیده میبرن، سونی آشون یک کمدی میشه من نمیخورم بسیار. از کی قطعی من نشسته است، من باوری دارم بعضی تماشابین ها میدانن همین چیز، من خانه آنها هم رفتگی نمیخورم. میگن که چون نمیخوری؟ من میگم من وقتی که سخن میگم من خورده نمیتونم. دومش این که از همین چیز امکانیت استفاده بردی استاده، من گپ دادم بهتر، انا اون خفه نشوی تو اون گفته میگم من همین چیزه، یا گپ زدن نکنی یا خود نکنی، احدش یک تاشتی. تشکر برای اشتراک و توضیح موضوع امروزی برنامه. فکر میکنم بینندگان عزیز این صحبت ما از منفعت خالی نبود، به خاطر آنهایی که واقعا این دردانه‌های گنج معانی که از گذشتگان ما تا به امروز رسیده است. همین دو بیت، اطراف دو بیت زیاد از نیم ساعت ما صحبت کردیم و باز صحبت ها زیاد است. اگر از پهلوهای هر یک کلمه آن اگر استیم شهر دهیم خیلی گویم فرصتی لازم است، اما در همین نکته ما اکتفا می‌ورزیم. اینجا فرصتی برنامه ما با پایان میرسد. برای اشتراکتان به شما تشکر می‌گویم. خیر بینندگان ارجمند تا برنامه‌های نوبتی خانه آباد و سربلند و موفق باشید.